همونطوری که در زمینه دخالت‌های رژیم توی کشورهای منطقه به قول معروف خط دفاعی استراتژیک خودش رو خامنه‌ای گفته که بایستی در خارج از مرزها ببنده، در زمینه بی‌آبرویی هم به قول معروف این نیزه بی‌آبرویی رو اینقدر دور انداخته که هر چقدر که پیش میریم باز هم با هیچ بی‌آبروی دیگری در جهان قابل قیاس نمیشه. مثلا فرض کنید قالیباف رو در نظر بگیریم، پاسدار قالیباف توی این دستگاه این رئیس پلیس بوده به اصطلاح، یعنی مثلا با کشورهای آبرودار اگه بخوایم مقایسه بکنیم مثلا باید یه کمیسر پلیسی چیزی در نظر گرفت، در مقابل اونا این قالیباف پاسدار جنایتکار بوده، شهردار پایتخت بوده، کاندیدای ریاست جمهوری هم بوده. یعنی این مجموعه مثلا توی کشوری که حداقلی از آبروداری رو بخواد حفظ بکنه یه تصویری به آدم میده، ولی این کسیه که نه به عنوان افشاگری که مخالفانش کرده باشه، خودش تو کارزار انتخاباتیش به قول معروف تو کمپین انتخاباتیش به عنوان تبلیغ خودش میگفتش که من همونیم که سوار موتور میشدم با چماق حمله میکردم به تظاهرات‌های جوانان و مخالفان و خلاص اینا رو میریختن به هم. این یه نمونهشه. اون یکی نمونهش دکتر، چون همش یه دکتری هم به دنبشون بسته است دیگه. اون یکی نمونهش اون دکتر معصومه ابتکاره که مثلا مشاور رئیس جمهور رژیم هست در امور مربوط به محیط زیست، که البته شهرت جهانیش رو با اون یکی اسمش داره، مری ابتکار، که سخنگوی گروگانگیرهای خط امام دجال بوده. بعد حالا شده مثلا مسئول محیط زیست در رژیم پلید آخوندی. از این نمونه‌ها که فراوونه دیگه. اصلاح طلباشون تازه که مثلا اسم اصلاح طلب هم دارن حمل میکنن، هر کدوم که میری تو پروندهش نگاه میکنی بنیانگذار جزو بنیانگذاران سپاه پاسداران و نمیدونم نفر بازجویی که آدما رو میبسته به درخت و شلاق میزده و بازجویی میکرده و اینا همه ترکیب به اصطلاح اصلاح طلبن تو این رژیم. خب در رأسشون هم رئیس جمهورشون قرار داره، روباه بنفش، که یه دور دیگه کثیف‌ترین ارگان‌های اطلاعاتی و جاسوسی رژیم رو ته کشیده اومده بالا شده به اصطلاح رئیس جمهور. حالا توی این رژیم یه پدیده‌ای هست به نام عماد افروق. در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرد. من دیگه نمیخوام وقت شما رو با پرت و پلاهایی که سر موضوع بحث داشت میگفت بگیرم، فقط میخواستم به این قسمت توجهتون رو جلب بکنم که این تلاش میکرد از سوابق خودش، سوابق انقلابی خودش و سوابق آزادی خواهانه خودش بگه، ببینیم که در تلویزیون کشوری چگونه این سوابق رو ارائه میکنه. خب بله، مثلا یک ماشین پپسی کولا رو اون موقع نماد وابستگی میدونستن، نماد ما اونجا هم با عزتون با آتش کشیدیم. شبی راهی لبنان شدیم، از این طریق به هر حال با گروه عملم آشنا شدیم. لحظه پیروزی انقلاب تهران بودید یا لبنان؟ نه لبنان بودم. بعد که برگشتیم که انقلاب الحمدلله مستقر شده بود. حالا به هر حال چه اتفاقی افتاد اینا همه لطف خدا بود. ما بلند شدیم با این پای چپمون گذاشتیم توی صورت طرف چاک خورد. آمدم یه هوک چپ بزنم که شلوغ شد. بعد ما رفتیم. واقعشه که یه مدتی دارم تمرین صبوری میکنم، ولی زاویه‌ای که باعث شده تمرین صبوری بکنم رو نمیپسندم. احساس میکنم دارم بی تفاوت میشم. عجب. دیگه حساب بکنین که حساب کار بقیه چجوری هست. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی شده با